سلام دوستان، خیلی خوش اومدید. من نوافذ هستم و در این ویدیو میخوایم با هم بریم این کاراکتر جدیدی که تازه اومده تو بازی رو با هم بگیریم. اول وارد قسمت ایونت میشیم و این مأموریت ها رو داره. گفته اول وارد بازی شید. خب این کاری نداره و برای ببینم کاراکترشه داریم با هم مشاهده میکنیم. خیلی زیباست. خب اینجا کارت لاکی رویال 5 تا میده و گفته با اسکایلر 10 دور برین بازی کنید. و اینجا یک موسیقی است که گفته با کاراکتر برین 10 دور بازی کنید و برای گرفتن کاراکتر رو بخواین داغمی بگیرید باید یا 5 دور تو بتل رویال بویاه کنید یا هم ببرید، یا هم که برید 20 دور که کلش رنگ و بویاه کنید یا هم ببرید، که باید حتما از خود کاراکتر استفاده شه تو اون بازی. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو با ما بودید. ممنون میشم که اگه دوست داشتید سابسکرایب